سال 2022 یک ناحیه شهری نودهه عجم جای آرام و پاک، کوه‌ها، باغ‌های سید هوایی را که دل آدم را آرام می‌کند. در همین دهه خانه نیلوفر بود، خانه یک زن که با شوهر و دو پسرش خوشبخت بود. دو فرزند خود، قابل جان و برادرش یک جای بودند، مثل دو نور یک شمع، یک قلب. در دو بدن شوهر نیلوفر مرد حربی بود، در سرحد وطن خدمت سربازی میکرد. مرد با غیرت و با جرأت، او وطن را دوست داشت و با بدیهایش آن را حمایت میکرد. از همه بیشتر به خانه میگوید فرزندان را دوست داشتن را و نمونه راستی بود، ولی تقدیر راه دیگری را انتخاب کرد. بیماری آمد، او درد کشید، اما کم کسان از درد او آگاه شدند. نهایت شوهر از میان آنها پرواز کرد و نیلوفر با دو پسرش تنها ماند. خانه خنده پر شد، از خاموشی. باغ با آرامی پر شد، دل مادر از غم پر شد. پر نماند، کار نبود در ده برای زنی که شوهرش را از دست داده است. زندگی مشکل شد. نیلوفر شبها را بی خواب می‌گذراند. فکر میکرد، گریه میکرد و به خدا دعا میکرد. در دل خود میدانست راه دیگری غیر از رفتن نیست. همه میروند. همسایه ها، خویشاوندان از آن راه پر میآیند و عائله ها زنده میمانند. بعد او تصمیم گرفت به روسیه میروم. پسرهایش را به خویش و تبار در ده گذاشت و خود به راه برآمد. مقصد کار یافتن، جایی خوب بیافتن و بعداً فرزندانش را آوردن. 3 ماه 6 ماه 1 سال او کار کرد. هر روز زن میزد. به پسرانش با آواز خنک ولی پر از امید صحبت میکرد. بیه میکرد، ولی دیر مادر صبر داشت. سال 2022 نیلوفر پسرهایش را به روسیه آورد. قابل جان و برادرش حالا 7 سال داشتند. 3 نفر در خانه خرد در ناحیه آدین لاوا، محله گورکی نزدیک به مسکو، با 2 خاله زندگی میکردند. هر یکی مهنتی خود را میکرد، همدیگر را دستگیری میکردند. نیلوفر 3 کار داشت: در مکتب خنک زن، در جایهای دیگر خنک زن، پرستار بیماران، صبح تا شام و شام تا صبح کاری بیست. هدفش یک چیز بود: فرزندانش سیری بیند، لباس داشته باشند و مکتب رفته تحصیل کنند. در تاجیکستان شوهرش سرباز بود و حالا در روسیه نیلوفر برای فرزندانش سربازی میکرد. وطن را با راه دیگر محافظت میکرد. پسرها به مکتب اوسپینسکی رفتند، همان مکتبی که مادرشان در آن کار میکرد. آنها در یک صنف درس 4 میخواندند. قابل جان پسری آرام و با اندیشه بود. خواندن را دوست می‌داشت، به معلم گوش می‌داد و با ادب بود. برادرش هم مثل او مهربان و با دوستان زیاد. نیلوفر بی‌ایست میگفت شما همه چیزی من هستید. پدرتان رفت ولی شما مانده اید. شما امید من هستید. پسرها از مادر میپرسیدند کی به ده برمیگردیم، کی به بابا و ماما میزنیم. مادر میگفت حالا نه، حالا پول جمع میکنیم برای آینده اتان، برای تحصیلتان. قابل جان در کار میکرد، کمک مادر را قدر میکرد و سعی میکرد که به مادرش یاری دهد. 4 سال دشوار گذشت. پسرها کلان شدند، حالا 10 سالگی شدند. اوها روسی را آموختند، اما تاجیکی خود را فراموش نکردند. دلهایشان تاجیکانه باقی ماند. آنها در بین 2 جهان ایستاده بودند، در بین وطن و کشور مهنت. در آخر زمستان سال 2024 یک سخن به حیات آنها سقوط آورد. پاسپورت پسرها به انجام می رسید و نیلوفر قرار داد که آنها را به ده بفرستد نزدیک به خویش و تبار برای نوسازی حجتها و برای دیدن بابا و مام. با برادر شوهر دایش راضی شدند. او در روسیه کودکان را میگیرد و به تاجیکستان میبرد. همه چیز آماده بود. 2 روز پیش از آن شبی که همه چیز آرام بود، نیلوفر با پسرهایش نشسته گفت هرگاه دایتان می آید با او به ده می روید. من بدتر می آید. قابل جان با چشمان شیرین پرسید مادر تو نمی آیی؟ نیلوفر گفت نه دخترم، من بدتر می آیم. هرگاه شما با دوستان خود پیدا می کنید و بعد با دایتان می روید. قابل جان گفت من می خواهم با سنگ دوستانم لیلا شوم.
این سخن او آخرین سخن او شد. صبح در روز سرد زمین مادر آنها را بیدار کرد. لباسشان را پوشید و به مکتب فرستاد. مادر خود به کار رفت. به همین مکتب که روز حجره ها و کاریدورهایش را تازه میکرد. درس ها آغاز شدند. همه چیز عادی به نظر می رسید. اما یک صدا به مکتب وارد شد. صدای قدم های تیز، صدای هراس. در صنف گشاده شد و جوان با کار وارد گشت. نشانه چشمان او نفرت بود. او که هستی؟ پرسید. از کدام ملت خواست بداند. کودکان ترسیدند. معلم فهمید که باید کودکان را نجات دهد و فریاد زد. زود به صنف درآمد. در را بندید. کودکان درس را ادامه دادند. اما به جایهایشان گذشتند و درها را بستند. اما قابل جان نرفت. به صنف او به زینه ها دوید. نه برای خود نه برای همو خرج. او برای نجات دیگران رفت. او گفت شما به صنف درآیید. من او را نگاه می‌دارم. پسری 10 ساله با دل و متانت از خود گذشت. تیموفی جوان 5 ساله قابل جان را دید و به علما فروخت. در زینه او را زد. با کار قتل و بیرحم قابل جان افتاد. شدت به نام کودک ضربه زد. 10 بار یا بیشتر پسری بیگناه برای ملت و برای شناخت خود کشته شد. جسد او در همان مکتب، در همان جایی که مادرش در هر روز تازه کاری میکرد به جان ماند. پس از قتل تیموفی عملی بی انصافی را انجام داد. با جسد کودک سلفی گرفت. این را بنا ندارند که انسان به چی درجه پس می شود. بعد جوان خودش را بند نمود. پالیدیه آمد. تینز آمد. جوان دستگیر شد. اما قابل جان دیگر برگردانده نمی شود. نیلوفر مادری که در همان مکتب جان می آفرید. وقتی آوازه ها وارد شد و مکتب تیر خورد، او دید ماشین های آتش نشانی و ماشین های میلیسه در گلویش مانده بود. او فریاد میزد. فرزندانم کجایند؟ پسرهای من کجایند؟ کسی نتوانست به او جواب دهد. بعد زنی با چهره غمناک نزد او آمد و گفت شما مادر قابل جان هستید؟ نیلوفر با ناله و فریب گفت زن گفت باشد، خوری باشد. الله به شما صبر دهد. وقتی نیلوفر فهمید که فرزند او دیگر نیست، دویا بر سرش تاری شد. او به زمین افتاد و فریاد کرد. این فریاد مادر بود. فریاد خشک شده. از هر نوع با همکان پسر دوم برادر قابل جان زنده ماند، ولی هیچگاه خرسندی پیشین را برگردانید. او در آغوش مادر نشسته بود. با چشمان پر از اشک دل این مادر دو قسم شد. یک قسم در خواب با قابل جان و یک قسم در آغوش کودک زنده. نیلوفر هر لحظه به پسرش می‌نگریست و می‌ترسید که او نیز از دست می‌رود. عجیب آن است که در همین یک مکتب که مادر هر روز برای تازگی آن جان می‌پید، خون پسرش ریخت. عدالت کجاست؟ خدا چرا امکان داد سوالهایی که نمی‌یابند جواب چرا قابل جان را کشتند؟ او جنایتکار نبود. او یگان کس را اذیت نرساند. او دزدی نکرده بود. فقط تاجیک بود. فقط دیگر ملت بود. این سبب شد این به قدر عقید ستیزی بود که موافق و گفته بعضی ها از عائله با احترام. فرزند 5 ساله بود. پدرش صاحب کار، مادرش میسسترا، ولی روحیه‌ای که در این کلمت این جوانان را پر می کند. آنها را به نفرت و زوراوری می فرستد که موافق پیش از حمله نوشتجات نفرت انگیز داشته است. سخنها بر ضد مسلمانان و مهاجران. این خطرناک است که چگونه سخنها به عمل تبدیل می یابند. این حادثه تنها خاطره یک آدم نیست. این سیستمی است که بعضاً در جامعه پنهان می شود. تبلیغات و تعلیمی که همه گونه فقیهت را دشمنی نشان می دهد. در تلویزیون و اینترنت در صحبت‌های بدصدا مهاجران خود را دشمن می یابند. ولی کسی نمی گوید که همین تاجیک ها این شهرها را می سازند، راه ها را می سازند، خانه ها را می سازند. کسی نمی گوید که این زنان تاجیک به بیماران نگاه و بین می کنند و خانه های آدمان را هموار می کنند. نیلوفر 4 سال در این مکتب کار کرد. برای فرزندان روز هم مهنت کرد. و در همان مکتب پسرش را کشتند. این عدالت نیست. این ظلم است.
پس از این حادثه در شبکه‌های اجتماعی صدها نفر به جانبداری تیموفی ایستادند و گفتند که او قهرمان است. این آدمان دیگر آدم نیستند. آنها نه تنها نفرت، آنها خطر می باشند. کودک 10 ساله بیگناه به هلاکت رسید و بعضیها این را ستایش کردند. خبر زود پخش شد. در تاجیکستان و روسیه و در تمام جهان وزارت کارهای خارجی تاجیکستان سفیر روسیه را دعوت کرد و نوته‌ای اعتراضی داد. رئیس تاجیکستان با پرزیدنت روسیه صحبت کرد. فرهنگ‌های بین المللی به وجود آمدند. آدمان به کوچه ها برآمدند و برای عدالت تلاش کردند. در شبکه‌های اجتماعی میلیون‌ها پیام، تصویرها و دعاها آدمان روس نیز گفتند این روسیه نیست، این عمل نادرست است، ولی یک نفری بدکافی است تا حیات کسی را قطع کند. جسد قابل جان به وطن آورده شد و در فرودگاه دوشنبه با دست هموطنان پذیرفته شد. کبود به ناحیه شهر نو و به دره عجم آوردند و آغوش زمین و خاک مادرزاد صدها نفر از دیه و از شهر و ناحیه ها آمدند. همه برای وداع با قابل جان آمدند. مفتی کشور نماز جنازت خواند و تمام مردم گریه کننده با دل پر از غم دعا کردند. نیلوفر در کنار تبود نشسته دستهایش را به تن کسانی سر کشیده می گفت: پسرم، قابل جان من، چرا تو مرا تنها گذاشتی؟ هر سخنش به لبان مانع شد. دلش شکست. او گفت که میخواست پسرش را به دوشنبه فرستد و او گفت من با دوستانم ادام میکنم. این آخری سخن بود. قابل جان را در قبرستان دیه به خاک سپردند و از دی به قبر پدرش که چند سال قبل رفته بود. پدر و پسر اکنون در آستانه همسایه ونشانیده شدند. مفتی گفت که قابل جان شهید است، بیگناه کشته شد و جان خدا برای دیگران بخشید. مردم گریه کردند و به نیلوفر تسلی دادند. می گفتند همانجا در بهشت او آرام است. اما سخنهای تسلی هیچگاه دل مادر را پر نمی کند. پس از حادثه تیموفی دستگیر شد. او در تفتیشات اعتراف کرد که کشته است و گفت که از نفرت پر است. او پشیمان نشد، افسوس نکرد. نتیجه قانون باشد این است که او در روی پرونده همچون کودک به نظر گرفته می شود و برای ترک کردن حیات به مهلت نسبتاً کمتر جزا می گیرد. این عدالت است یا نه؟ قابل جان یک عمر را از دست داد، اما قاتل به زندان می رود و بعد برمی گردد. به جامعه این عدالت نیست، این نافرمودگی است. این آن چیزی است که مردم را غصه و غضب می کند. آدمان می گویند که پدر و مادر تیموفی هم جوابدار هستند. آنها با تربیت فرزندشان مسئولند، اما آنها خاموش ماندند و نگفتند که عذر می‌خواهند. این حادثه تنها یک نمونه نیست. در سالهای آخر بسیار تاجیکان در روسیه عذاب کشیدند. نزدیکترین مثالها دختری 5 ساله خوایدا که در خانه پرورش روسانه با شکنجه و مرگ روبرو شد، یا خورشیده، دختری دیوانه‌ای که با سبب ملت گرایی کشته شد. این رویدادها نشان می‌دهند که چقدر دشمنی و افکار بد در جامعه وجود دارد. هنوز کودکان ما در خطر قرار دارند، ولی بعد این فاجعه امید هم پیدا شد. روح شهروندان عادی روس و تاجی به هم آمیخت. در نزد مکتب یادبودهایی گذاشتند، گلها و شمعها گذاشته شد. مردمی که با مادران و با خانواده ها همدردی نشان دادند گفتند این ملت نیست، این تنها یک شخص است. در شبکه‌های اجتماعی هزاران پیام برای نیلوفر فرستاده شد. خلق ما یک جای دستگیری کرد. حکومت وعده داد که کمک میکنند. مبلغ خانه و تحصیل رایگان برای برادر جان بجا میماند، اما وعده ها کافی نیستند. امر لازم است، کسی واقعی لازم است. این نه تنها کاری است که باید از طرف دولت صورت گیرد، بلکه مسئولیت هر یک نفر. مکتب ها باید امن باشند. محله ها باید نظارت و پرورش را بهتر کنند. تلویزیون و اینترنت باید از پیام های نفرت پاک شوند. ما باید کودکان را با محبت و احترام تربیت کنیم و به آنها بگوییم که انسان همه برابر است
پیام قابل جان آن است شجاعت در سن و سال نیست. او به ما نشان داد که حتی یک پسر 10 ساله می تواند در دل باریده شود و برای دیگران جان دهد. نام او همچون یادگار در قلب‌های ما میماند. ما باید این یادگاری را نگاه داریم، نه با تنها گریه و گول، بلکه با تغییر و عمل. اکنون سوال آینده چی می شود؟ تحقیقات ها و بحث ها انجام می یابند، سهمیه ها و بیانیه ها نشر می شوند. اما تا وقتی که زندگی مردم بهتر نشود، عائله ها برای به دست آوردن روزگار خوب و مهاجرت ادامه می دهند. تاجیکستان باید کار و امکانیت فراهم آورد تا که مردم خانه و عائله‌شان را ترک نکنند. روسیه باید با برنامه کم کردن این نفرت کار کند. در تلویزیون، مکتب و در جامعه به آدمان نشان دهد که همه برابر هستند. در این میان والدان باید فرزندانشان را هوشیار و احتیاطکار تربیت کنند. با آنها بگویند که اگر کسی با آنها بد گوید، آنها نباید با نفرت جواب دهند. آنها باید به کلانسالان خبر دهند. آنها باید با افتخار درباره ملت و زبان خود سخن گویند. اما دائم آموختن قاعده های بی‌خطری و احترام دیگران را فراموش نکنند. در آخر دعا و یادگاری با همراهی و عمل باید گردد. قابل جان را باید همچون نمونه شجاعت یاد گیرند، نه همچون رقم در استاتیستیکا. ما باید کوشش کنیم که دیگر مادران از چنین دردهای بی‌انتها این مانند. ما باید نفرت را با محبت زودتر و با قانون با عدالت جواب دهیم. قابل جان علی، پسر 10 ساله طالب صنف 4 پسر نیلوفر در مکتب اوستینسکا در ناحیه آدینلووا کشته شد. او برای ملت و برای برادرش جان خود را از دست داد. او با جسارت و دلپوری رفتار کرد. نام او باید برای ما حتمی است که ابدی باشد. نام او در یادها و دعاها حفظ کرده شود. ما نمیتوانیم او را برگردانیم، اما ما میتوانیم آینده را دیگر کنیم. ما میتوانیم کمک رسانیم به عائله، به مکتب و به جامعه. ما میتوانیم تعلیم دهیم که فرقیت سبب دشمنی نیست، بلکه جشن است. ما باید کوشش کنیم تا دیگر مادران نزدی و آرانی را ببینند و کودکان دیگر بهتر باشند.